أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته سلسله وحی الهی بر انبیا و پیامبران بود. از زمانی که بر موسی علیه السلام تورات نازل شد، بعد از تورات فرمود النبیون، همه نبیون حکم و داوری کردند بر تورات و بر تورات عمل می کردند تا اینکه زمان عیسی رسید. بعد از اینکه زمان عیسی رسید، الله عزوجل فرمود عیسی را با انجیل فرستادیم. بعد از عیسی فرمود و انزلنا الیک الکتاب، ای پیامبر ما به سوی شما کتاب فرستادیم. حال بعد از اینکه کتاب فرستادیم دستور میده حبیب خودش را و ان احکم بینهم بما انزل الله، یعنی اینکه حکم کن، داوری کن بین اینها، چه بین یهودی ها اگر می آیند از شما استفسار می کنند، سوال می کنند، چه غیر یهود، شما قضاوت و داوری کن بما انزل الله، به آنچه که الله نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم، از خواهشات آنان پیروی نکن. ببینید این نکته خیلی مهم است. در زمان رسول الله خود آن حضرت و بعد از رسول الله جانشینان رسول الله از اهواء مردم، از خواهشات مردم پیروی نکنند، حکم خدا را بگند. منظور از اهوا چی هست؟ اول اهوا را تفسیر کنم. علامه ابن کثیر دمشقی رحمه الله در تفسیر ابن کثیر نوشته اهواءهم یعنی آراءهم التي اصطلحوا علیها، آراء و دیدگاهایی که مردم بر اون صلح کردند و ترکوا بسببها ما انزل الله، که به سبب آن ما انزل الله را یعنی قرآن را ترک کردند. مردم از ما انتظار دارند که ما به خاطر منافع، چه منافع سیاسی باشد چه منافع دیگه باشد، در بسیاری از مسائل با اونها همگام باشیم، همزبان باشیم. لذا ما مسئولیت داریم، دستور داریم از خدای عزوجل ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، از خواهشات، از آراء باطله، از آراء منحرفه نباید پیروی کرد. کسی از ما چیزی میخواهد، هر کسی باشد، قوم باشد، سردار باشد، حکومت باشد، اگر از ما بخواهد که عملی را انجام بدهیم که این عمل خلاف کتاب و سنت است، خلاف دستور الله است، برخلاف اون فقهی هست که ما برداشت کردیم از کتاب و سنت، لذا نباید ما اونجا تسلیم بشیم. خیلی ها هستن از علماء سوء متاسفانه که حتی خلاف عقیده خودشون عمل میکنند، خلاف فقه خودشون عمل میکنند. ما دستور داریم که ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، هرگز شما از خواهشات پیروی نکنید، دین را تابع اونها نکنید. واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، الله می فرماید بپرهیز از آنها
اجتناب کن، دوری کن، ان یفتنوک عن ان یفتنوک، از اینکه شما را در فتنه واقع بکنند و از اینکه شما را غافل بکنند عن بعض ما انزل الله الیک، از بعضی آنچه که الله نازل کرده. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر مردم اعراض کردند، به حرف شما قبول نکردند، ابایی نیست، باکی نیست. فَاعْلَمْ، بدان آنهایی که اعراض میکنند، انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، جز این نیست که الله میخواهد اونها را به بعضی از گناهانشان در دنیا گرفتار کند. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، همانا بسیاری از مردم فاسقند، از دین خارجند. فی الدنیا، در دنیا میخواهند که بر اساس میل رفتار کنید، بر اساس هوای نفس فتوا صادر کنید. افحکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت میخواهند که شما از حکم الله عدول کنید و برید حکم جاهلیت؟ حکم جاهلیت چی بود؟ هوای نفس، بر اساس آراء باطله منحرفه. ما هم بیاییم فتوا بدیم در رابطه با مسائل مالی، در رابطه با مسائل اعتقادی، درباره هر مسئله طبق آراء و هوای نفس. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، حکم جاهلیت میخواهید یا حکم الله؟ چه کسی زیباتر است از الله از نظر حکم؟ یعنی حکم چه کسی زیباتر است از حکم الله؟ اما زیبایی لقوم یوقنون، برای قومی که یقین داشته باشد. ای مستفیدین، پس بهتر اینه که انسان به حکم خدا عمل بکند، نه به حکم نفس، نه به حکم آراء باطل مردم، اونچه که مردم میخواند از ما، مردم از ما انتظار دارند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود، بحث این بود که ما از یهود و نصارا تبعیت نکنیم، از اونها ما احکام خودمون را به خاطر اونها تغییر ندیم، کلام الله را تحریف نکنیم، حکم خدا را کتمان نکنیم، مسئله را آشکار شفاف بیان کنیم. گاهی که انسان کتمان و حق پوشی میکنه به خاطر ارتباطات است، به خاطر دوستی هست، به خاطر محبت است. لذا الله عزوجل سخت بیم میده، ما را برحذر میداره که با اینها دوستی نکنید، اینا دشمنان خدا هستند. درباره موالات خیلی خواندیم، اینا دشمن خدا هستند، در دل اینها کفر هست، چطور شما با اینها دوستی صمیمی و دلی میگیرید؟ لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای مؤمنان یهود و نصارا را به عنوان دوست صمیمی شما نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، اونها بعضشان دوست بعض هستند، اونها با هم دوستند. و من یتولهم منکم فانه منهم، الله می فرماید هر کسی از شما دوستی کند با اونها، فانه منهم، این از اونهاست. ببینید قبلا گفتیم به خاطر تجارتی، به خاطر همسایگی، به خاطر سلام علیکمی به ظاهر انسان ارتباط داشته باشد، این استثناست. منظور از این دوستی صمیمیه، دوستی قلبی هست. الله می فرماید هر کسی چنان دوستی داشته باشد فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، بدون شک الله هدایت نمی کند قوم ظالم را. چرا؟ قوم ظالم اونهایی هستند که خیلی عمیق دوستن با مشرکین، عمیق دوستن با یهود و نصارا، به خاطر دوستی عمیقشان خدا هدایت نمی کند اینها را. اینا از اونها میشن دیگه. اینها کم کم، خیلی از افراد هستن که
به خاطر دوستی، به خاطر صمیمیت آخر دین اونها را هم انتخاب کردن، ارتداد پیدا کردن. دوستی کار منافقین هست نه کار مؤمنین. منافقین به ظاهر با ما مسلمانان بودند اما در باطن با اونها دوست بودند. الله اینجا ذکر منافقین میکند، داره به ما اشاره میکند که این نوع دوستی ها کار منافقین است. شما باید منافق نباشید، منافق صفت نباشید. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس میبینی تو کسانی را که در دلشان مرض بود، مرض نفاق، شک، یسارعون فیهم، به سرعت به سوی آنها میروند. یقولون نخشی ان تصیبنا دائره. منافقین چطور توجیه میکردند؟ ببین ما این توجیه منافقین را داشته نباشیم. خدا فرمود من شما را کفایت میکنم، ولی منافقین توجیه میکردن، میگفتن اگر موالات نکنیم، اگر دوستی نکنیم، شاید با مصیبت و زیان مالی، ضرر مالی مواجه بشیم، به ما ضربه بزنند، ضربه اقتصادی بزنند، شاید ما با ضربه، با زیان، با ضرر مواجه بشیم. آنگاه اونها ما را حمایت میکنن اگر ما مشکل داشته باشیم. پس اصل اینه که یهود و نصارا سرمایه‌دار بودن، منافقین به خاطر سرمایه. چنانچه امام رازی میگه کانو اهل ثروت، اونا اهل ثروت و پول بودن، و کانو یعینونهم علی مهماتهم، در کارهای مهم کمک میکردند منافقین را، و یقرضونهم، به اونها قرض هم میدادند کبیر. پس همه جا که بدبختی میاره پوله که انسان را منافق میکنه، حتی پوله که ایمان را از انسان میگیرد. پس اینها میگفتند یقولون نخشی ان تصیبنا دائره، ما میترسیم به ما حادثه مصیبتی به ما برسد. الله میفرماید که شما از این میترسید، این امید و این توقع از خدا فتحی بیاورد، اون وقت پرده شما برداشته بشه که شما منافق بودید. فعسى الله ان یأتی بالفتح، توقع هست، امید هست الله فتح بیاورد، او امر من عنده، یا امر دیگر از جانب خودش، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم، پس بگردن بر آنچه که در دلهای خودشون مخفی کرده بودن، یعنی نفاق، بر اون نادمین، پشیمان بشوند. و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله می فرماید میگویند کسانی که ایمان آوردند، اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، آیا اینهایی که سوگند خوردند به خدا جهد ایمانهم، یعنی مبالغه ترین قسم، اون قسمی که به حد نهایی برسد. چی قسم میخوردن؟ انهم لمعکم، میگفتم ما با شماییم. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، این سرانجام نفاق است. نفاق باعث میشه که اعمال انسان تباه بشه. فاصبحوا خاسرین، اعمالشان تباه شد، پس خاسرین گشتند، زیانکار گشتند، ناکام و نامراد گشتند. نه از یهود و نصارا چیزی بهشون رسید، از مسلمانان هم دستشان کوتاه شد. خب یکی از ضررهای موالات و دوستی با دشمن، با یهود و نصارا، عرض کردم خطر ارتداد است، خطر مرتد بودن است. خیلی از مسلمانان هستند، قبلا هم خدمت شما عرض کردم که محبت دارن با یهود و نصارا، محبت دلی و صمیمی، آخر روش و منش اونها را میپسندند، آخر اصلا از دین و از خدا العیاذ بالله بیزار میشن، انکار میکنن. الله میفرماید که اگر هر کسی از دین برگردد الله پروایی ندارد، الله می آورد
دیگرانی را که می آورد، دیگرانی را که اونها را خدا دوست دارد، خدا اونها را دوست دارد. یعنی بجایش مرتدین الله مؤمنین مخلصینی پیدا می کند. عنایت داشته باشید. پس اسلام از ارتداد ضرر نمی کند. 10 تا مرتد بشن 100 تا مسلمان میشند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی مرتد بشه از شما از دینش. علامه آلوسی میگه اینجا خدا گفته که یعنی دوستی شما باعث ارتداد میشه. بین ان موالاتهم مستدعیه للارتداد عن الدین. خدا بیان کرده که موالات و دوستی میطلبد که از دین ارتداد پیدا بشه. از دین اینا مرتد میشن. خیلی ها هستن در دل مرتد شدن ولی از ترس مسلمانان نمیگن ما دین اسلام را قبول نداریم، چون که با اونها دوستی کردند، با اونها دوستی داشتند. الله میفرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. فضائل صحابه، هر کسی که از شما منافقین با اونها دوستی میکند مرتد میشه بشه. الله انقریب می آورد قومی را که یحبهم و یحبونه، الله آنها را دوست دارد و آنان الله را دوست دارند. چنان قومی هستند. صفات صحابه را ببین. اذلت علی المؤمنین، بر مؤمنان عاجزند، یعنی در مقابل مؤمنان عاجز و فروتنند. اعزت علی الکافرین، بر کافرین اعزه هستند، یعنی غالب. یا جلوی کافرین اونها گردن کلفتن، جلوی کافرین تواضع نشان نمیدن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم یجاهدون فی سبیل الله. چند صفت خدا اینجا بیان میکنه. این صفات را ببینید به غیر از صحابه رسول الله کمتر جایی میبینید. 1 یحبهم، 2 یحبونه، 3 اذلت علی المؤمنین، 4 اعزت علی الکافرین، 5 یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد میکنند. ولا یخافون لومة لائم، 6 از ملامت هیچ ملامت کننده نمی ترسند. تفسیر خازن اینجا نوشته قال علی ابن ابی طالب، از قول امام علی کرم الله وجهه نوشته. قال علی ابن ابی طالب والحسن و قتاده، علی گفته، حسن بصری، قتاده گفته هم ابو بکر و اصحابه، اینا ابو بکر و اصحابش هستند. اشاره به چه جریانی هست؟ به جریان خلافت ابو بکر. الله به منافقین میگه شما اگه مرتد بشید الله قومی را میاره که در راه خدا جهاد میکنند، در مقابل مؤمنین فروتنند. چنانچه بعد از رسول الله الله تعالی خلیفه ابو بکر را قرار داد، با دشمنان جهاد کرد، بعد لشکر مسیلمه مدعی نبوت جهاد کرد، اونها را تار و مار کرد، هزاران از صحابه شهید شدند. لذا علی کرم الله وجهه میگه مصداقین آیه اونجاست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این صفاتی که بیان شدن این فضل الله است به هر کسی که بخواهد. والله واسع علیم. الله عزوجل دربارش وسیع است و علیم داننده است، همه چیز را میداند. خب گفت که با یهود و نصارا دوستی نکنید. دوستی با کی بکنیم؟ محل موالات را الله اینجا بیان کرده. به شما میگه با کی دوست باشید. انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما، دوست شما الله است و رسول الله است. والذین آمنوا و مؤمنین. کدوم مؤمنین؟ الذین یقیمون الصلاة، آنانی که نماز را برپا می دارند. و یؤتون الزکات، زکات می دهند. و هم راکعون، آنانی که آنها رکوع می کنند. این عرض می کنم، اما قبل از راکعون درباره زکات. با توجه به اینکه این سوره مکی هست
و در مکه مکرمه زکات فرض نشده بود. به این خاطر قبلا خواندیم قول ابن عباس را، میگه در سوره های مکی زکات به معنی پاکی اخلاق است. یقیمون الصلاة معنیش اینه که نماز را برپا می‌دارن و یؤتون الزکات اخلاق نیکو دارند. قد افلح من تزکا، رستگار اون انسانی که خودش را پاک بکنه. زکات به معنی پاکی از شرک، از کفر، از نفاق، از تمام آلایش ها، از تمام نابرابری ها خودش را پاک میکند. اینها هست، با اینها دوستی کنید. اونهایی که نماز میخوانند و اونهایی که وهم راکعون. اینجا من خدمت شما تفسیر صحیح آیه را عرض میکنم، اما قبل از اون یک قولی که این قول نادرستی هست. بسیاری میگوین این آیه در رابطه با سیدنا علی کرم الله وجهه است که حضرت علی در حالت رکوع بود، فقیری آمد انگشتر خودش را داد، لذا میگه یؤتون الزکات و هم راکعون، زکات میدن در حالی که رکوع میدن. اولا عرض کردیم زکات به معنی زکات مال نیست، زکات به معنی پاکی. گرچه مقام و جایگاه سیدنا علی کرم الله وجهه از اینم بالاتر است، اما بحث ما در تفسیر آیه هست. دوما مگه میشه در نماز به فقیر کمک کرد، به رکوع که بری؟ اونم سیدنا علی کرم الله وجهه که درباره ایشون معروف هست که ترکش‌های از تیر به بدنشون اصابت کرده بود، در بدنشون مونده بود، در نماز اونا را بیرون کردند. کنایه از این هست که چنان به خدا مشغول می شدند وقتی که به نماز داخل می شدند که اصلا اطراف خودش را از اطراف خبر نداشته، چی؟ از بدنش هم خبر نداشت. این امام با این جایگاه عالی میاد در نماز انگشتر تقسیم میکنه، به فقرا میده. اصلا برای ما هم درست نیست ما در نماز باشیم. شما بگید، شما اهل علم هستید، اگر شما در نماز باشید فقیری بیاد 1000 تومانی از جیب بیرون کنی بهش بدی، نماز صحیح میشه؟ پس نیست اینطور. و هم راکعون اصلا به معنی رکوع نیست. همه مفسران گفتن و هم راکعون به معنی و هم خاضعون. رکوع به معنی خشوع و خضوع هست. یعنی دوست شما کیه؟ الله هست، رسول هست، مؤمنینی که نماز برپا می‌دارن، مؤمنینی که اخلاق خودشون را پاک میکنند، مؤمنینی که وهم راکعون یعنی وهم خاشعون متواضعون. علامه آلوسی گفته مؤمنینی که خشوع و خضوع دارند، نه اینکه سر نماز زکات میدن. سر نماز کی زکات میده؟ پس وهم راکعون معنی اینه که آنان عاجزی میکنن جلوی مؤمنین، همون که خواندیم اعز اذلة علی المؤمنین. اونها در قبال مؤمنین چیکار میکنند؟ عاجزی میکنند، یا اینکه در مقابل الله اظهار عجز و خشوع و خضوع و فروتنی میکنند. پس این وصف بیانگر عاجزی و تواضع هست، نه بیانگر رکوع نماز. ببین تفسیر خازن نوشته المراد من الرکوع هنا الخضوع. مراد از رکوع خضوع هست، خشوع خضوع. والمعنى ان المؤمنین یصلون. معنای آیه این است که مؤمنین نماز میخوانند و یزکون، خودشون را پاک میکنند. قد افلح من تزکا و هم منقادون خاضعون لأوامر الله و نواهیه. اونها منقادند، فروتنند در مقابل اوامر الهی و نواهی الهی، فروتنی از خود نشان میدهند. و هم راکعون به معنی فروتنی هست. آلوسی هم نوشته خاشعون متواضعون. همه مفسران همین رو نوشتن، نه اینکه در حال رکوع پول تقسیم بکنند. این چنین معنای درست در نمیاد، برای ما هم این درست در نمیاد. و من یتول الله و رسوله، این برکات ولایت الله است. کسی با خدا دوستی بکند. و من یتول الله و رسوله، هر کسی که دوستی کند با الله و با رسولش، والذین آمنوا، با مؤمنین، باید با اینها دوستی کرد، نه با یهود و نصارا.
فإن حزب الله هم الغالبون. این انسان جز حزب الله است و همانا حزب الله هم الغالبون، آنها غالبا به اعتبار نتیجه. خب دوستی منافقین و دوستی یهود برای ما تبعاتی هم داره. اونا به دین ما مسخره میکنند. کسی که به دین ما، کسی که به شریعت ما، کسی که به فقه ما، به عقیده ما مسخره کنه، با او چرا دوستی کنیم؟ الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، شما نگیرید کسانی را که اتخذوا دینکم، دین شما را گرفتند، هزوا ولعبا، مسخره و بازی. چه مسخره میکنم و هر جا سخن مجلسشون دین شماست. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، این من بیانیه است. الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا را بیان میکنه. اینا کیند؟ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، آنانی که کتاب داده شدن قبل از شما، یعنی یهود و نصارا، والکفار، و همچنین کفار. اینها را نگیرید. چی نگیرید؟ اولیاء، این مفعول دومه لا تتخذوا است. اینها را اولیاء نگیرید، اینها را دوست دلی نگیرید، دوست صمیمی نگیرید. واتقوا الله، از الله بترسید. بترسید در رابطه با چی؟ در رابطه با دوستی با کفار. کفار آخه دشمن خدا هستند، در دل اونها کفره، چطور شما اونها را دوست می‌دارید؟ ان کنتم مؤمنین، این مقتضی ایمان است. اگر ایمان دارید از خدا بترسید. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، اون اول استهزاء به اصول بود، این استهزاء به فروع است. اول دین شما را، ایمان را، عقیده توحید را، یکتا پرستی را اونها مسخره میکنند. دوم فروع را، نماز شما را، اذان شما را و اعمال و احکام شما را هم چی میکنند؟ مسخره میکنند. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها، هرگاه شما ندا کردید به سوی نماز، میگیرند آن را هزوا و لعبا، مسخره و بازی. چرا مسخره میکنند؟ ذلك بانهم قوم لا یعقلون، علت به سبب این است که اینا قومی هستند عقل ندارند، خرد ندارند، شعور ندارند. و علت این که اینها شما را اذیت میکنن، شما را مسخره میکنن، از شما انتقام میگیرن چیه؟ اون بیان کن. اینجا الله عزوجل دستور داده به حبیبش که اهل کتاب را اینگونه خطاب بکند و در همین خطاب علت هم ذکره. چون ما به خدا ایمان داریم، ما به توحید ایمان داریم. اونها از توحید خوششون نمیاد، اونها مدافع شرک کن، طرفدار شرک کن، طرفدار همه چیز پرستی اند، هر چیز را بپرست. از این جهت از شما خوششون نمیاد، به القاب مختلف شما را متهم میکنن. الله می فرماید قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای اهل کتاب، هل تنقمون منا، شما از ما بر ما عیب نمیگیرید. نقم به معنی ایراد گرفتن، عیب گرفتن و بد گفتن. به ما بد نمیگویید و از ما عیب نمیگیرید. الا ان آمنا بالله، مگر این گناه را ما داریم که ما ایمان به خدا داریم. و ما انزل الینا، و آن کتابی که به سوی ما نازل شده یعنی قرآن، ما به قرآن ایمان داریم. و ما انزل من قبل، و هرچی که قبل از قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف موسی، صحف ابراهیم، همه انبیا هرچی صحیفه داشتن ما به اونها ایمان داریم. و دیگه علتش و ان اکثرکم فاسقون، اکثر شما فاسق هستید، ای خارجون عن الدین، از دایره و دین چی؟ خارجید. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله،
این جواب یهود است. یهود بدبخت به مسلمانان گفتن وقتی که مسخره میکردن، اینجا بیان مسخره شون بود، چی گفتن؟ در تفسیر خازن آمده، گفتن ما نعرف دینا شر من دینکم، ما هیچ دینی بدتر از دین شما نمیشناسیم. الله عزوجل به غیرت آمد. الله فرمود که کدوم دین؟ همون دینی که تبدیل به میمون شدید، همون دینی که تبدیل به خنزیر شدید. این در واقع بسیار زننده هست، طعنه هست. این دفاع رب از مسلمانان و از اهل حق است. این دفاع را خدا همیشه خواهد کرد، لذا باید اهل حق بر مسیر حق باشند. الله می فرماید قل هل انبئکم بشر من ذلک، به آنان بگو، آنانی که به دین شما ایراد میگیرند، دین شما عیب میگیرن، به آنان بگو آیا به شما بگویم چیزی بدتر از این مثوبتا عند الله، از نظر جزا، از نظر نتیجه، از نظر ثواب؟ دین شما ثواب داره؟ بله ثواب داره. من لعنه الله، این نتیجه هست. اون انسانی که او را خدا لعنت کرده، نتیجه اول معنوی، و غضب علیه، و بر او خشم و غضب کرده. مغضوب علیهم کی هستند؟ یهودی ها هستند. و جعل منهم القرده، اونهایی که الله قرار داد از اونها میمون، والخنازیر، خنزیر. میمون که در صفحه آینده می آید، در دو رکوع بعد می آید که چطور میمون شدن. داود علیه السلام پیغمبر خدا اونها را نفرین کرد، چطور خنزیر شدن. عیسی علیه السلام اونها را نفرین کرد. خب اینا شما بنی اسرائیل بودید، در زمان داود هم بنی اسرائیل خنزیر شدن، میمون شدن. در زمان عیسی هم بنی اسرائیل بودن که خنزیر شدند. اونهایی که الله بر اونها غضب کرده، از اونها قرده میمون گرفته، والخنازیر، از اونها خنزیر گرفته، و عبد الطاغوت، آنهایی که الله از اونها بندگان طاغوت گرفته. اونها بنده طاغوتند، بنده بتند، بنده شیطانند. طاغوت یک معنی شیطان است. الله می فرماید اولئک شر مکانا. الله بیان میکنه که مکانت و جایگاه کدوم بدتر است. اون مسلمانی که با خداست، موحد و یکتا پرسته، یا اینی که خدا تبدیل به میمون خنزیرش کرده. اولئک شر مکانا، نتیجه اخروی هست، و اضل عن سواء السبیل، نتیجه دنیوی است. اینها از نظر جایگاه، از نظر مکان، شر مکانا، بدترین هست از نظر جایگاه در آخرت. و اضل عن سواء السبیل، گمراه ترین هستند از راه راست. این نتیجه دنیوی. و اذا جاءوکم، همین یهود هستند، منافقین هم همینها هستند. منافقین یهودی بودند. و اذا جاءوکم قالوا آمنا، هرگاه پیش شما می آمدن ای رسول الله میگویند ما ایمان آوردیم، در حالی که وقد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، اونها داخل شدند به کفر و همچی با کفر در مجلس شما وارد شدند. از مجلس شما هم با ایمان برنگشتند، با همون کفر خارج شدند. یعنی هیچ تغییر قلبی نیامد، زبان میگه ما ایمان داریم، و هم قد خرجوا به، با همون کفر برگشتن. والله اعلم بما كانوا یکتمون، شما نمیدونی، خدا میدونه اینا چی کتمان میکنن در دل. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. اون عقیده یهود بود، این عمل یهود است. الله میفرماید بسیاری از اینها، ببینید این عمل ذکر شده، شاید ما بگیم عمل یهود به ما چه ربطی داره، ما هم مبتلاییم. قبلا عرض کردم شاه ولی الله رحمه الله میفرماید بسا مسلمانان هستند که بر همون روش یهود هستند، اونهایی که مردم را به سوی غیر الله پرستی وادار میکنند و از نظر و نیازی که برای غیر الله کشته میشه میخورند، حرام میخورند، حرام میگویند، به حرام راهنمایی میکنند.
علماء سو، اینها نمونه ها هستند. الله برای ما میگه تا ما بر حذر باشیم. الله میفرماید و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، بسیاری را میبینی که به سوی گناه با سرعت میروند. سوی گناه چیه؟ گفتن کلمه شرک، و هو قولهم عزیر ابن الله. ابو سعود گفته الاسم قیل کلمه الشرک والعدوان و اکلهم السحت. بسیاری از آنها هستند که به طرف تجاوز و تعدی میروند، و اکلهم السحت به طرف خوردن حرام، یعنی اینها عملشون حرام خاری هست. بنویسه رشوه یا نظر و نیاز برای غیر الله، هر دو حرامه. بعضی ها رشوه میگرفتن، رشوه میدادن، بعضی ها صدقات و خیرات میکردن برای غیر الله، همه حرام. لبئس ما كانوا يعملون. الله میفرماید بسیار بد است آنچه که اونها عمل میکردند. چرا علمای بزرگشون باز نمیدارد اونها را؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، زجر بر مشایخ و علمای یهود. چرا باز نداشتن آنها را ربانیون یعنی دراویش، آنهایی که خودشان را اهل الله و با خدا میگفتند، والاحبار و همچنان چرا علمای بزرگ آنها را باز نداشتن عن قولهم الاثم، از گناه، از قول گناه. قول گناه کلمه شرک عزیر ابن الله، و اکلهم السحت و از خوردن حرام یعنی نیازات غیر الله و رشوه. لبئس ما كانوا یصنعون، بسیار بد هست آنچه که اینها عمل کردند. بعضی از کفرگویی های یهود را الله یادآوری می فرماید. خدای تعالی به خاطر بعضی از عملکرد یهود و بالخصوص این که با نبی خدا مخالفت کردن، ابتدا اونها را الله تعالی گوشمالی داد. مدتی قحط آمد. قحط که آمد و باران نبارید، اینها کفرگویی کردند. چی گفتن؟ وقالت اليهود ید الله مغلوله. یهود گفتن بعد از قحط که دست الله العیاذ بالله مغلوله، بسته است، یعنی العیاذ بالله خدا بخیل است. الله می فرماید غلت ایدیهم، این دعای بد است، دعای بدی از طرف الله. غلت ایدیهم یعنی دستهای اونها بسته باد. این دعا اثرش تا به امروز است. بخیل ترین انسان ها یهودی ها هستند. دعاء علیهم بالبخل المذموم، این دعایی هست به بخل مذموم، خدا بر علیه اونها دعا کرد. و همچنین و دعاؤه بذلك عبارت عن خلقه الشح فی قلوبهم والقبض فی ایدیهم. این دعایی که خداوند فرمود عبارت از چی هست؟ از این که خداوند در دل اونها خلق و اخلاق حرص را قرار داده. خلقه الشح فی قلوبهم والقبض فی ایدیهم، دستاشون همیشه بسته است، هیچ وقت باز نمیشه، اثری از سخاوت نیست. الله می فرماید ولعنوا بما قالوا، و اینها مورد لعن و نفرین قرار گرفتن، دوری از رحمت به سبب آنچه که گفتند. حقیقت نیست اون چه که اونها میگویند. بل یداه مبسوطتان، دو دست الله باز هست، کنایه از سخاوت است، یعنی خداوند هر روز به بندگان میده. ببین روز میلیاردها انسان میخورن، اینا رو کی میده؟ الله میده. یداه مبسوطتان، از هر دری برای انسانها روزی میده. برای یکی در تجارت باز میکنه، برای یکی در دامداری را باز میکنه، برای یکی کشاورزی را، برای یکی کار دیگر را. الله عزوجل روزی برای هر انسان یک بهانه درست میکنه، شغل ایجاد میشه، نان درآمد درست میشه. الله میفرماید ينفق کیف یشاء، اون ذات خرج میکند به همان کیفیتی که بخواد. حکیم است، به همه نمیده، به همه فراوان اگر بده تمرد میشه، سرکشی میشه، اون وقت نظم و نظام زمین هم به هم میریزه.
وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و کفرا. این عناد یهود. میفرماید که لیزیدن کثیرا منهم، می افزاید در بسیاری از یهودی ها. کثیرا منهم، کثیرا من یهودی ها هستند. این مفعول اول لیزیدن هست. ما انزل الیک من ربک این فاعل هست. طغیانا و کفرا مفعول دوم است. ببینید یعنی ما انزل الیک، ما انزل الیک چیست؟ قرآن. قرآن روز بروز کفر و طغیان یهود را اضافه می کند. چطور؟ قرآن باید هدایت را اضافه بکنه یا کفر را اضافه می کند؟ ببین هر چی که قرآن بیشتر نازل میشه اینها بیشتر چی می کنند؟ انکار می کنند. مثلا 500 آیه آمده، اینها کافر به 500 آیه هستند. 1000 آیه که نازل بشه میشن کافر به 1000 آیه. خب طغیان و کفرشون بیشتر میشه یا نه؟ پس قرآن در طغیان و کفرشان بیشتر میکند و نتیجه این طغیان و کفر، سرکشی و کفر، این نتیجهش در دنیا و در دنیا اول نتیجه دنیوی این لعنت و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، ما بینشان عداوت و بغض میاندازیم تا روز قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب، هرگاه اینها روشن کنند آتشی برای جنگ بر علیه مسلمانان، اطفأها الله، الله اون آتش را خاموش میکند. و یسعون فی الارض فسادا، حربه دومیشان بعد از جنگ سعی میکنند در زمین فساد بکنند، در زمین فساد بکنند. بزرگترین گروه های فساد، هر نوع فساد، چه فساد اقتصادی چه فساد اخلاقی، امروز تمام بنگاه های فساد متعلق به یهود است. اینجا خدا نگفته ما خنثی میکنیم، یکی را خدا خنثی میکند، یکی بر عهده تو مسلمان است. از پیامی که یهود برای انسانیت دارد، از فرهنگی که یهود برای انسانها و بالخصوص کشورهای مسلمان اون فرهنگ را میفرستد، مسلمان نباید استقبال بکند. از این فساد، ابتذال، هزاران مرض، زنا، فحشا، همجنسگرایی و مفاسد دیگر، اینهایی که اینها را به شکلهای مختلف به عنوان تحفه برای کشورهای اسلامی میفرستند. باید جوان مسلمان با پشت پا بزند به این فسادی که اونها دارن برنامه ریزی میکنند، نه بگوید و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدین. خداوند مفسدین را دوست ندارد. یهودی که پایه‌گذار فساد هستند و اون انسانی که از فساد یهودی استقبال بکند و العیاذ بالله مرتکب اون فساد بشه. خیلی از بازی ها هستند، مردم میگویند که چنان مردم را، بچه های ما را، جوان های ما را چنان مشغول میکنند که اینها اصلا معتاد میشند، چنان اعتیادی که یک لحظه از اون بازی سر بلند نمی کنند. بازی کلر و میگویند آخر نتیجه این بازی والله اعلم این میشه که کسی موفق بشه، نمادی العیاذ بالله از بیت الله درست کردن، او را تخریب بکنه، دیگه این بازیش در بازی موفق شد. یعنی جوان مسلمان را به سمت و سوی میبرد که خودش این آسان ترینش هست. همه برنامه ریزی برای به فساد و به انحراف کشیدن مسلمان از علم، از سواد، از ارز کنم خدمت شما که عفت، پاکی، ایمان، حیا، از همه اینها بدور باشد. تمام برنامه ها را امروز شما بررسی بکنید، بنگاه های فساد، بنگاه های ابتذال، همه و همه یهودی ها هستند. لذا الله هم مفسدین را دوست ندارد. هر کسی که از این برنامه ها استقبال کند خدا دوستش ندارد.
باز یهودی ها هم بندگان خدا هستند. خدا ترغیب و تشویق میکند بیاین به سوی ایمان. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، اگر همین اهل کتاب ایمان بیاورند و از خدا بترسند، دیگه شرک نکنند، دیگه کفر نکنند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما کفاره میکنیم، دور میکنیم سیئات و جزای سیئات را، ولا ادخلناهم جنات النعیم، آنها را ما در جناتی که سراپا نعمت هستند داخل میکنیم. چه رب مهربانی! یهود که سرسختترین دشمن اونا را تشویق میکنه، بیا اگر جنت میخوای بیا به سوی من. اون وقت مسلمان به مراتب بیشتر دعوت از طرف خدا که بیاد به طرف بهشت خدا. ولو انهم اقاموا التورات، اینجا الله عزوجل هم نفی شرک فعلی میفرماید، چون اون چیزی که حلال هست در تورات و انجیل و قرآن حلال است و اونی که حرام است حرام است. و دیگه اینی که تنها رمز موفقیت در همه کارها و همچنین در کارهای دنیوی اقتصادی، خوب گوش کنید، در کارهای اقتصادی، در رزق، در خیر، در برکت، اینه که به کتاب خدا و به وحی خدا عمل کنیم. هر کسی که پایبند وحی الهی باشد، اون انسان چنان خدا بهش برکت بده، چنان برایش مال بده و اگر مال نده چنان قناعت بهش بده که اون از همه سرمایه‌دارها خودش را موفق تر میدونه. این به برکت چی خواهد بود؟ به برکت ایمان به کتاب خدا و عمل. الله همه را گفته، هم یهودی هم مسیحی. یهودی به تورات عمل کنه. خب شما میپرسید آیا یهودی به تورات عمل کنه خوبه؟ بله خوبه، چون تورات گفته که وقتی محمد آمد بهش ایمان بیار، شریعتش را قبول کن. مسیحی هم انجیل بهش گفته که یأتی من بعدی اسمه احمد. عیسی اونجا گفته که بعد از من پیامبری میاد نامش احمده، به او ایمان بیار. اونم باید ایمان بیاره. عمل کردنش همینه دیگه. و آخر این عمل کردن ها جمع میشه به عمل کردن به قرآن. دستورات قرآن را عمل کن، بعدن ببین خدا چطور برایت فراوان همه چیز را، همه برکات را عنایت میفرماید. الله میفرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اگر آنان برپا بدارند و قائم بدارند تورات و انجیل را، و ما انزل الیهم من ربهم، و آنچه که نازل شده بسوی آنان از جانب رب، بنویسید به واسطه نبی آخر الزمان یعنی قرآن. یعنی اگر به قرآن عمل کنند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، آنان میخورند از بالای سر، از زیر پا. یعنی چه؟ یعنی از بالا هم برکات میاد، از زمین هم برکات میاد. قرطبی گفته یعنی المطر و النبات، از بالا باران، از پایین نباتات، بهار. وقیل المعنى لوسعنا عليهم في ارزاقهم واكلوا متواصلا، یعنی ما رزق را برای اونها توسعه میدیم، پیاپی میخورن، هر چی بخورن تمام نمیشه. لذا الله میفرماید اگر میخوام برکت، پس عمل به کتاب خدا. منهم امت مقتصده، یکی گروهی از اونها گروه میانه رو هست. الله تعریف میکنه. دقت بفرمایید، هر جا که بر علیه یهود خداوند سخن میگوید، گروه مسلمان از یهود را، گروه عبدالله ابن سلام را هر جا استثناء میکنند که اینها را کسی جز اونها نشمارد. پس بعضی از اینها میانه رو هستند، یعنی موحد. اما و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاری از آنها بسیار بد عمل میکنند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد از اینکه همه بیانات را الله تعالی بیان فرمود اکنون، یعنی کتمان حق، حقائق، توحید درباره احکام، الان به پیغمبرش میگه که بلغ ما انزل الیک من ربک، هر چی که از جانب رب
بهت نازل شده اونها را بیان کن. منظور ما انزل الیک من ربک چی هست؟ توحید و شریعت خدا. و ان لم تفعل، و اگر این کار را نکردی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا را نرسوندی. خب خدایا امکان دارد برای رسوندن توحید، یکتا پرستی، مردم آسیبی برسانند به پیغمبرت. والله یعصمک من الناس، الله تو را از مردم حفاظت می کند، محافظت می کند. الله عزوجل حافظ تو هست. ببینید بحث چی هست؟ ما قبل و ما بعد را بگیم. بحث جر و بحث با یهود است، درگیری با یهود است. روی چی؟ روی توحید، روی شرک، روی اینکه قرآن کلام خداست، روی اینکه محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده خداست، روی بعضی از احکام که اونها کتمان میکردن مثل رجم، اینها را خدا میگه برسونید. برادران ما میگن که اینجا منظور اینه که ولایت علی را برسان. اینجا اشاره میبینید، اینجا سیاق و سباق دلالت بر چنین چیزی میکند. آیات الهی تغییر نخوردن، نه جایشان نه ترتیبشان. ترتیب همون ترتیبی است که محمد رسول الله خوانده و گفته. ما قبل و ما بعد درباره یهود است، در مورد ایمان و کفر هست، در مورد شرک هست، نه اینکه خلافت علی و امامت علی. چنین چیزی نیست. والله یعصمک من الناس، مگر پیغمبر که بگه علی جانشین من هست، کی به پیغمبر اذیت و آزار بیرساند؟ بیم از مشرکان بود. مشرکان به خاطر جانشینی علی دشمن نبودند. به خاطر چی دشمن بودند؟ به خاطر توحید، به خاطر اینکه بت‌های اونها را رد میکنی. به خاطر اونها الله میفرمای والله یعصمک من الناس، الله تو را از مردم محافظت میکند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همانا الله هدایت نمیکنه قوم کافر را. ادامه ببینید بحثیه. قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای اهل کتاب، لستم علی شیء، شما هیچ جایگاهی ندارید، بر هیچ چی نیستید، یعنی هیچ ارزشی ندارید، هیچ جایگاهی ندارید. حتی تقیم التورات والانجیل، حتی که تورات را قائم کنید، انجیل را برپا کنید. و ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که به سوی شما از جانب ربتان نازل میشه، یعنی قرآن. تا زمانی که به قرآن عمل نکنی جایگاهی نداری. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. ایناد یهود. همون آیه قبلی هست تفسیرش کردیم که قرآن روز به روز بیشتر از گذشته طغیان و کفرشون را اضافه می کند. چرا؟ چون هرچی آیه بیشتر نازل میشه اونا بیشتر کفر میکنن، انکار میکنن. پس ولا یزیدن، حتما می افزاید. کثیرا منهم، در بسیاری از آنان، این مفعول اول است. چی می افزاید؟ ما انزل الیک من ربک، فاعل است. قرآن در اونها می افزاید. چی می افزاید؟ طغیان و کفر، طغیان و کفر آنها را. لذا فلا تأس علی القوم الکافرین، ای حبیب بر قوم کافرین تو مایوس، تو تأسف نخور، حزین نباش، جوش نزن. حال الله عزوجل طریق نجات را بیان فرموده. طریق نجات این نیست که بگم من فلان عنوان را دارم، من بگم من یهودیم یا مسیحیم یا مسلمانم. این نام، این عنوان، این لقب انسان را نجات نمیده، عقیده و عمل انسان را نجات میده. این آیه را در سوره بقره خوانده بودیم، اونجا هم تفسیر کردیم. الله می فرماید ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هادو، کسانی که یهودی شدند، والصابئون، کسانی که صابئی شدند، کسانی که خودشان را پیرو ابراهیم می گفتند، والنصارى، کسانی که نصرانی شدند. من آمن بالله والیوم الاخر، هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و
ایمان به روز آخر بیاورد و عمل صالحا عمل صالح انجام بده، معیار نجات اینها هستند، مدار نجات اینها هستند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر اونها هیچ خوفی نیست و اونها درباره آینده هم هیچ غمی ندارند. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. باز در پایان بحث بنی اسرائیل، بعدا بحث مسیحیان شروع میشه. در پایان این بحث الله تعالی میثاقی را و پیمانی را که با اونها داشته، اون پیمان را یادآوری میفرماید. الله میفرماید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما میثاق گرفتیم. قبلا هم بحث میثاق را خواندیم. این میثاق در تورات بود. چه بود میثاق؟ در سوره بقره خواندید. اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تمام. لذا ما اونجا گرفتیم و برای اینکه بر این میثاق عمل کنند و ارسلنا الیهم رسلا، رسول را ما فرستادیم بعد از عهد، یکی بعد از دیگری، که این رسول آمدند همیشه همون میثاق را یادآوری میکردند. اما چنان قوم ناسپاسی بود که کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هرگامی آمد رسولی با آنچه که خواهششون نمیخواست، نفسشون نمیخواست، یعنی رسول خلاف میل اونها می آمد، چیکار میکردن؟ فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. نبذوا المیثاق، اینجا مقدره، میثاق را می شکستند، پیمان را و عهد را نادیده می گرفتند. چطور؟ یک گروه پیغمبر را فریقا کذبوا تکذیب می کردند، یک گروه پارا از این فراتر گذاشته پیغمبران خدا را قاتل می کردند، شهید می کردند. و یقتلون الانبیاء بغیر حق و حسبوا الا تکون فتنه. ببین وقتی که اینها را می کردند، خدا که فوراً عذاب نمیده. خدا مثل ما مستعجل نیست، عجله ندارد. خدا تعیین کرده. لذا وقتی که فوراً عذاب نمی آمد، فکر میکردن حسبوا الا تکون فتنه، فکر میکردن عذاب نخواهد بود. وقتی که انسان خودش را ایمن بداند، انسان بیشتر گمراهی میکند. وقتی که یعنی احساس امنیت بکند، عذاب نیامدن باعث گمراهی بیشتر شد. الله میفرماید و حسبوا الا تکون فتنه، آنان فکر کردن که هیچ نوع امتحان و ابتلایی نیست. فعموا و صموا، این همون مهر جباریت است. فعموا و صموا، بدلیل تکذیب انبیا، بدلیل شهادت رسوندن انبیا، فعموا، بینایی خودشان را از دست دادن، و صموا، شنوایی را از دست دادن، نابینا و ناشنوا شدن. ثم تاب الله علیهم، سپس خدا بر اونها رجوع کرد. یعنی چی؟ پیغمبر دیگر فرستاد. این پیغمبر دیگر کی هست؟ بنویسید عیسی علیه السلام. بعضی گفتند تاب الله علیهم اشاره به فرستادن عیسی علیه السلام است. بعضی گفتند نه، اشاره به رسالت محمد رسول الله است صلی الله علیه وسلم. چون عیسی هم از بنی اسرائیل بود، همه یک مرحله. اونا قبلا انبیا را تکذیب کردند، انبیا را کشتند، عیسی را هم به گمان خودشون کشتند، عیسی را به دار زدند، ولی الله حفاظت کرد. ثم تاب الله علیهم، خدای عزوجل یه مهلت دیگه به اونها داد، خورشیدی دیگر طلوع کرد، افق دوباره روشن شد، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد. یک فرصت دیگه برای یهود. اما ثم عموا و صموا کثیر منهم، سپس نابینا شدن، ناشنوا شدن بسیاری از اونها. برخی قبول کردن اما اکثر قبول نکردن. والله بصیر بما یعملون، الله عزوجل به اعمال اونها چی هست؟ بینا هست. الله میدونه اونها چیکار میکنند. صدق الله.